قاعده 193. قاعده 193 رمل اندازی و ازلام بشناسیم. ازلام در لغت جمع ظلم است. ظلم به معنای تیرهایی است که مردمان جاهلیت توسط آنها فال می‌دیدند. یعنی تیرهاست. ازلام چی را میگه؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آیات قرآن آمده. فهمیدین؟ مردمای عصر جاهلیت چی میکردن؟ در اصطلاح چی را میگفتن؟ تیرهای سیگانه بود. ازلام در اصطلاح چی است؟ تیرهای سیگانه هست که بالا یکی نشته کرده بود بکن، بردگیش نشته کرده بود مکن، بردگیش نشته کرده بود دستیومیش خالی بود. باز اینا می رفتن وقتی که سفر میکردن باز همی عرصه تیره امو فالبینشان یا امو کاهنشان باز پیش از او همی تیرها بود. باز پیش ازی می رفتن بازی همی صندوقه که باز میکرد همی چیره یک کوزگک بود، در بین کوزه 3 دانه تیر بود. بازی رو چی میکرد؟ در یکیش نشته بود که بکن، در یکی دیگه نشته بود نکو، اعمل لا تعمل. در سومیش نشته بود که چیز نشته نبود. باز مثلا یک نفر وقتی که ازدواج میکرد باز میرفت یا سفر میکرد باز پیش از اون نفر میرفت که چطور کنم؟ باز میگفت بگی یک دانه تیره. باز او تیره میکشید. باز او تیر اگر مبرامد که بکن باز همون سفر خودم میکرد یا همون کار خودم میکرد. مشکل از چی است؟ چرا این رجس است؟ چرا این پلیت است؟ چرا این از عمل شیطان است؟ به خاطر ای که صفت علم غیبه برای چوب ها میده، برای تیر ها میده. حالا تیر چی میفهمه که تو سفر میکنی سفرت خوب است یا خراب است؟ ما و شما کسیم از دیدگاه عقیده اسلامی استخاره هست. نفهمیدین؟ استخاره هست. خودت میخوای یک کاری رو انجام بدی، میای 2 رکعت نماز میخوانی و نماز استخاره و میگی پروردگار اگر می کار به خیر من است پروردگار شوه، اگر به خیر من نیست پروردگار نشه. متوجه هستین؟ به خیر دنیا و آخرت من شوه، اگر نیست نشه. پس خودت با استخاره میخوای که امی کار بکنی. اما مردمای عصر جاهلیت چی میکردن؟ 3 دانه تیره منداختن. باز اگر تیر برش میگفت بکن میکرد، اگر میگفت مکن تیر دوم میبرامد که نکن نمیبرامد و نمیکرد و اگر او سفید میبرامد باز تا چیز میبود معلوم نبود دیگه چیزش نبود. منتظر باشن. پس اینا مشکل چی است که صفت علم غیب الهی را چی میکردن؟ و اینمی چوب ها میدادن. این مشکل است که ادعای علم غیب میکنن و این سبب کفر از اینا میشدن. از این خاطر قرآن میگه که چی است؟ و ان تستقسموا بالازلام، بر شما حرام است که با چوبه های تیر و پیشگویی بپردازید. با چوبه های تیر. فهمیدین تیر را؟ اینی قصه است. یا آیت قرآن بسیاری کسا نمیفهمه که انما الخمر والمیسر، خمر شراب، والمیسر قمار لدو. همین کمسایی چیز قمار است، اینا حالا به شکل لدو جور کردن دمی چیزا بازی میکنن. انما الخمر والمیسر والانصاب. انصاب چی بود؟ یک تعداد سنگ ها را نصب میکردن پیش بت ها. سنگ ها را میمانن باز در سر از اون میامدن شتر را ذبح میکردن باز خونش در پای از این بت میزدن. یا خود انصاب همیشه را هم میگن خود بت ها را تو نصب میکردن، سنگ ها را نصب میکردن. اینا چی میگن؟ والانصاب والازلام. اینمی غیبگیری توسط چی؟ توسط تیرها. رجسون پلید است من عمل شیطان، از عمل شیطان هستند. فهمیدی؟ یعنی فجتنبوه، الله میگه شما از اجتناب